سلام دوستان عزیز، طریق وصل فوتوسل رو میخوام بهتون یاد بدم. که امروز ما این فوتوسل رو به 2 پروژکتور وصل کردیم که موقع تاریک شدن هوا عمل کنه و پروژکتورها روشن بشن. فوتوسل رو اینجا داریم، 3 سیم داره، یه فاز، یه نود، یه دونه فاز خروجی. سیم اصلیمون که از کنتور یا برق شهری میاد نول پروژکتورها رو با نول برق شهری با سیم آبی به هم وصل میکنیم. فاز ورودیمون که سیم مشکیه، فاز ورودی برق شهری که سیم مشکیه، میایم به مشکی فوتوسل نصب میکنیم که فاز ورودیمونه و فاز خروجیش میاد به 2 پروژکتور وصل میشه. فاز خروجیش هم به فاز 2 پروژکتور وصل میشه و چیز خاصی نداره. یه فاز ورودی داره، یه فاز خروجی، یه نول. با تشکر از توجه شما. خداحافظ.